با من همراه باشید تا این سایه جذاب و آموزش ببینیم. اول از یک کانسیلر استفاده کردم و حسابی بلندش کردم. از پودر فیکس غافل نشید واسه زیر چشم. حالا وقتشه از یه سایه نود استفاده کنم، کریس چشم رو رنگدار کنم و سایه تیره تر برای گوشه خارجی. از یه کانسیلر که زود خشک میشه، کانسیلری مثل تارت، برای کات چشم استفاده کردم. روشن‌تر جلوی چشم، مدیوم وسط چشم. حسابی فیدش کردم. برای خشک کردن و رنگدار کردنش از یک اسکین فینیش روشن استفاده کردم. حالا دارم چسب میزنم چون قرار حسابی شاین و زیبا بشه. ببینید چه جذاب شد. حالا وقتشه خط چشم بکشم. نه یه خط چشم ساده ها، قراره با سایه تیره حسابی فیکس و تیره و مخملی بشه. زیر چشم رو تمیز میکنم. تمیزکاری خیلی مهمه. ریملمو میزنم و برای داخل چشم از یک مداد قهوه‌ای استفاده میکنم. حسابی با سایه تیره و قهوه‌ای فیدش میکنم. از یه سایه روشن‌ترم استفاده میکنم چون قرار فیدش بیشتر و زیباتر بشه. خب تمیزکاری آخر و گذاشتن مژه. از مژه های دونه‌ای استفاده کردم که دلبریش بیشتر.